وقتی که تب اتفاق میفته اولین مرحله مصرف داروی تبار هست. بهترین دارو برای کنترل تب بچه‌ها استامینوفنه. استامینوفن میتونه به صورت قطره باشه، شربت باشه، شیاف باشه و یا قرص باشه. در سنین کمتر معمولا قطره استفاده میکنیم و در سنین بزرگتر میتونیم از قرص استفاده کنیم. اینکه حتما تو سنین پایین قطره باشه یا شربت یا شیاف اشکال نداره. از هر کدوم از اینا میتونیم استفاده کنیم. تفاوتی نداره و هیچ کدومشون بر دیگری مزیتی نداره. اما یادمون باشه اگر فرزند ما تب کرد فقط از یکی از این مدل ها میتونیم استفاده کنیم، یک فرم استامینوفن. همزمان نمیتونیم هم شیاف بذاریم، هم شربت بدیم یا هم قطره بهش بدیم. یکی از اینها رو استفاده میکنیم به اندازه‌ای که مورد نیاز بدنش هست بر اساس وزنش. اگر بچه ما وزنش 10 کیلو هست، نصف وزنش بهش شربت میدیم. یعنی بچه 10 کیلویی 5 cc از شربت میدیم یا یک شیاف کامل میتونیم استفاده کنیم یا 2 برابر وزنش بهش قطره بدیم. یعنی 10 کیلو 20 قطره استامینوفن میتونیم بهش بدیم و بهش فرصت میدیم. 1 ساعت صبر میکنیم. اگه تبش پایین نیومد میتونیم از تنشویه استفاده کنیم. برای تنشویه از یک پارچه مرطوب با یک آب تقریبا همدمای بدن، نه خیلی سرد نه خیلی گرم، نیازی به الکل هم نیست، از آب استفاده میکنیم و قسمت‌های مرکزی بدنش رو خنک میکنیم، مثل شکم و قفسه سینه، کشاله ران، زیر بغل. لازم نیست دست و پاهاش رو، انتهای بدنش رو خنک کنیم، چون در تب انتهای بدن خنک هست، بیشتر مرکز بدن هست که گرمه و کافیه همونجا رو با پارچه مرطوب خنک بکنیم. اگه بچه ما با تنشویه و تجویز استامینوفن تبش کنترل نشد، 4 ساعت بعد و بهتر 6 ساعت بعد میتونیم دوباره از دوز بعدی دارو استفاده کنیم که میتونه یا قطره باشه یا شربت باشه و یا شیاف باشه و در سنین بزرگتر میتونیم از قرص استفاده کنیم. اگر در چندین نوبت از استامینوفن استفاده کردیم و باز هم تب فرزند ما پایین نیامد، میتونیم از بروفن استفاده کنیم. هیچ وقت در مراحل اولیه از بروفن استفاده نکنید، چون بروفن عوارض گوارشی داره، باعث درد معده میشه، باعث خونریزی معده میشه، کاهش حجم ادرار میشه. پس بهتره در مراحل اولیه از استامینوفن استفاده کنیم. در صورت عدم پاسخ به استامینوفن میتونیم از بروفن استفاده کنیم.